ای جوان، میدانی کت خدای باشنگاباد میخواهد چه کار بکنندی؟ نه، چه کار میخواهد بکنندی؟ میخواهد اینترنت فینیتو رو تحریم کنندی. خب این که گفتی یعنی چی؟ یعنی اگه اینترنت رو تحریم کنه تلگرام و فیسبوک نمیتونیم بریم؟ نه خب، تلگرام و فیسبوک را که کت خدای خودمان فیلتر کردندی. یعنی دیگه توییتر و یوتیوب نمیتونیم بریم؟ جوان مرا نپیچان، توییتر و یوتیوب که خیلی ساله در فینیتو ممنوع میباشندی. فهمیدم، سرعت اینترنت پایین میآیندی. اینقدر روی اعصاب من اسکی نرو. سرعت اینترنت فینیتو که از راه رفتن مورچم کمتر میباشندی. آقا ما نفهمیدیم این کت خدای واشنگاباد چی کار میخواد بکنه که کت خدا آقای خودمون نکرده باشه؟ راست میگی، یا اصلا کت خدا آقای خودمون اینترنتی نذاشته که واشنگابادی ها بخوان تحریمش کنن. بابا شما اصلا جبسازی بلد نیستید آخه. جمع کنید برید آقا جان.